دوستای چطور کلیپی؟ سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی وقتا شاید برای شما پیش اومده باشه کلیدتون رو توی ماشین جا گذاشته باشین و در ماشین به صورت اتومات قفل بشه. حالا یا دزدگیره یا دستی قفل کردین یا هر مورد دیگه ای که کلید تو ماشین مونده و شما بیرون اینو کلید ندارین که برین تو ماشین. ایول. چند تا ترفند خیلی عالی میخوام بهتون یاد بدم که بدون کلید بتونین در ماشین رو باز کنین و به اون کلیدی که تو ماشین مونده دسترسی پیدا کنین و کارتون رو راه بندازین که از یه هزینه بخواید برین کلیدساز برین و وقتتون کلی تلف بشه جلوگیری بشه و کارتون راه بیفته. با من همراه باشین که میخوام 2 تا 3 تا ترفند خیلی عالی بهتون یاد بدم. خب ببینین توی ایران اکثر ماشینا گروه خانواده سایپا، یعنی یا پرایدن یا کویکن یا چه میدونم ساینا یا 111. تو همین گروهن که معمولا بیشتر ماشینا که این اتفاق براشون میفته. ما هم روی ماشینا آموزش میدیم، رو ماشین گروه خانواده پژو رو باز توی آموزش جدا بهتون یاد میدم. توی پرایدا که اکثرا حالا زبونه قفلشون اینجاست، شما کافی این نوار آبگیر بغل در رو در بیارین. اینجا خار داره، اینو که در بیارین دسترسی پیدا میکنین به اون زبونه. حالا این زبونه رو باید چجوری بکشین بالا؟ با من بیا. ببین توی برفاکن، توی برفاکنتون 2 تا سیم هست، یه سیم اینجاست یه سیم اینجاست. میتونین این سیمو در بیارین و کمک بگیرین ازش. من از قبل این سیمو در آوردم و روی سقف گذاشتم. این سیمه. این سیمو شبیه قلاب میکنین اینجوری و با استفاده از این قلابی که میفرستین این داخل قفل رو باز میکنین. بذارید من الان با این قفل رو باز کنم. A few moments later. سمت اون بولش میدیم. باز شد به همین راحتی. این روش اولش. حالا میریم روش دوم. خب من این میله ها رو از وسط نصف کردم، یکیش رو به حالت ال در آوردم که حالا سرکجه، یکی دیگه هم صاف. نصف کردنشون یه خورده زحمت داره که با چند بار خم و راست کردن راحت نصف میشه. قدر منو انگولک نکنید. حالا چجوری باید در ماشین رو باز کنیم با این 2 تا میله؟ بیاین تا بهتون بگم. ببینید در پراید، حالا محصولات سایپا کلا اینو میفرستیم پایین، در به این سمت، یعنی زبونه به این سمت که به چرخ در باز میشه، به این سمت که به چرخ در قفل میشه. الان در ماشین ما قفله، میخوایم بازش کنیم دیگه. الان در ماشین کاملا قفله. چیکار میکنیم؟ اینو میفرستیم کامل داخل، یه زور نسبی به این سمت وارد میکنیم که بتونیم در باز کنیم. حالا اون پینایی که داخل قفل هستن اجازه نمیدن که این بچرخه. با این سیخ یکی یکی اون پین ها رو میفرستیم بالا تا اجازه چرخیدن این رو بهش بدین. الان من شروع میکنم یکی یکی اون پین ها رو بالا دادن. یه خورده دردسر داره ولی تمرین کنین یاد میگیرین که جای گیر نیافتین. با این سمتش بهتره فکر. آره ها، چرخید، باز شد. این هم در ماشین که باز شد. این روش دوم باز کردن در محصولات سایپا. حالا یکی از راحت ترین و آسون ترین روشاش اینه که یه سویچ مثل ماشین خودتون پیدا کنین باش در باز کنین. یعنی نبوده ماشینی از محصول سایپا که کلید پراید بهش نخوره. درسته که کلید رو میفرستین وقتی داخلش یه خورده سخت تکون میخوره، ولی یک کم بازیش بدین و در جهت درست بپیچونینش در ماشین به راحتی باز میشه و مشکلتون حل میشه. اگر یه جای گیر کردین و دیدین که خب دسترسی به کلیدساز سخته، وقتتون ممکنه خیلی تلف بشه و اینکه خیلی کار سخت پیش بره، کافیه یک ماشین مثل ماشین خودتون رو پیدا کنین، سوئیچ ازش قرض بگیرین و در ماشین خودتون رو با یه خورده بازی دادن اون کلید توی مغزی قفل باز کنین. مواظب باشین زیاد به اون کلید فشار نیارین توی مغزی، چون ممکنه کلید رو بشکنین. فقط با بازی دادن به سمت بالا و پایین و چپ و راست میتونین در ماشین خودتون رو باز کنین. الان یه نمونه هم با همین کلید ماشین خودمون میریم 2 تا پراید دیگه هم باز میکنیم که ببینیم به چه راحتی میشه با یه کلید ماشین مشابه در یه ماشین دیگه رو باز کرد. بیاین که بریم یه ماشین دیگه هم با همین کلید باز کنیم که متوجه بشین منظور من چیه. خب الان اومدیم سراغ پراید وانت با سوئیچ همون پراید قبلی. حالا بیا نزدیک ببین. این سوئیچ این پراید اصلا درش قفله. خب این سوئیچ اصلا به ماشین نمیخوره و مال ماشین نیست. یعنی من تمام بیشتر زور بزنم دیگه میشکنه. شما چیکار کنین؟ وقتی سوئیچ انداختین داخل، بالا و پایین بازی بدین سوئیچ رو. خب هرچی بالا پایین بازی بدین راحت‌تر بازی میشه. شروع میکنه یواش یواش بالا پایین بازی دادن و چرخوندن به چپ. این شروع میکنه یواش یواش جای خودش رو پیدا کردن و بفرما. یس باز شد. این الان به راحتی باز شد. برای قفل کردنش هم همینطور سمت راست فشار میدن، الان بسته نمیشه، ولی وقتی بالا پایین بازیش میدم بسته میشه. به همین راحتی میتونید اکثر محصولات سایپا رو درشون رو باز کنین و با یک کلید پراید خیلی راحت در ماشینی که قفل شده رو اینجوری باز کنین و مشکلتون حل بشه.
خب دوستان، همونطور که دیدین امنیت ماشین‌های محصولات سایپا مثل پراید و ساینا و کویکو اینا خیلی پایینه و با یه سوئیچ پراید ساده میتونین در همشون رو باز کنین. اگر شما همچین ماشینایی دارین برای اینکه امنیتش بره بالاتر، خب نمیتونین خیلی چیزا رو تغییر بدین، یا باید ماشینتون رو عوض کنین یا باید امنیت ماشینتون رو بالاتر ببرین. حتما اگه میتونین شبا ماشین رو بذارین تو پارکینگ. اگر تو پارکینگ نمیذارین و پارکینگ ندارین، قفل فرمون بزنین. وصله با ارزش و ارزشمندتون رو شبا تو ماشین نذارین. سوکت ضبطتون رو باز کنین، پنل ضبط از رو ماشین باز کنین و نذارین رو ماشین بمونه. بهترین و ایمن‌ترین روش برای جلوگیری از سرقت ماشین نصب جی پی اس رو ماشینه. اگر میتونین رو ماشینتون یه جی پی اس نصب کنین که به هر دلیلی اگه در ماشینتون رو باز کردن، ماشینتون رو روشن کردن یا حتی ماشینتون رو یک مقدارم جابجا کردن، رو گوشیتون آلارم بیاد و شما بتونین متوجه بشین و از سرقت جلوگیری کنین. مرسی که این کلیپ رو نگاه کردین. امیدوارم هیچ وقت پشت در بسته گیر نکنید. این کلیپ رو لایک کنین، کانال ما رو هم سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله رو بزنین تا بقیه کلیپایی هم که براتون بارگذاری می‌کنیم به راحتی براتون نمایش داده بشه. ممنون. یا علی.